تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. تؤمل أنك تحيا طويلا وشمسك مالت وحان الغروب، أتخفي السنين مع الأربعين، فكيف ستخفي اشتعال المشيب. تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. أتخفي السنين مع الأربعين، فكيف ستخفي اشتعال المشيب. بقلبك تبدو ندوب الجراح، وهيهات يا صاحي تخفي الندوب. به نام خداوندی بخشاینده و مهربان. ختم ماه سوم کلینیک سیار کمپ افغان آباد در ولایت هرات. این کلینیک سیار با کمک مالی دکتر سیف فدای اقبال و دکتر سیف عبدالرحمن صورت گرفت. در این کمپ بیشتر از 5000 خانواده مهاجر از ولایت‌های مختلف زندگی می‌کنند. مریضانی بودند در این کمپ که توانایی تداوی خود را در کلینیک‌های شخصی نداشتند و در این کلینیک تداوی شدند. أدعوك في ليل بهيم والدمع مدرارا سكيب أنت المؤمل. خب این هم یکی از اطفال که وزن ما هم معلوم کنم که نگاه کنم سوی تغذیه چیزی نیه یا کدام مشکل لگه نداره. والقبر داج مظلم، هل ينفع العبد النحيف؟ يا وشتي يا كربتي يا غربة العبد الغريب، ما من سبيل للخلاص من مشرق أو من جنوب. خب این یکی از خواهرامو که فشار مسجد میکنم، دکتر سیف جمالزاده، که اگر کدام مشکلی چیزی داشته باشه انشالله چیزی باز بریم تجویز شه تا مشکل نباشه. خب یه سیف محترم، ما مشکل نفستنگی دارم و نیاز مبرم به اکسیژن دارم فعلا که دکتر سیف امیری اکسیژن رو به نصب کنم. مالت وحان الغروب، أتخفي السنين مع الأربعين، فكيف ستخفي اشتعال. انت راکت رو وصل کردیم درسته؟ خب تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بازم دوباره تشکری میکنیم از دکتر سیف عبدالرحمن و دکتر سیف فدا محمد اقبال که با کمک مالی دو دکتر بزرگوار و دو عزیز بزرگوار به مدت 3 ماه دوا در کلینیک سیار در کمپ افغان آباد در زون افغانستان ولایت هرات به دست این مردم غریب بیچاره برسید و خیلی از مشکلات و گرفتاری ها اینا برطرف شد که دو دکتر سیف در بخش مردانه و این دکتر سیف هم در بخش خواهرها ما در این 3 ماه همکاری کردم. تجهیزاتی که داخل از این خیمه می باشه، یک دونه الماریه، یک دونه میز کشویه، یک چرخ پانسمانه، 2 دونه چونکیه، 2 دونه میز تحریریه، 2 دونه پای سیلیم می باشه، یک دونه پرده وسط خیمه می باشه و یک دونه تذکره بشه برای مریضان عاجل، یک دونه کپسول همراه با تجهیزاتی، یک کپسول اکسیژن، یک دونه تخت مریض عاجله،
بله. یک دانه تخت برای مریضان بستری می باشه، یک دانه ترازوی اطفال می باشه، یک دانه ترازوی برای بزرگسالان می باشه، یک دانه تبسنج برای کرونا، یک دانه پلس اکسیمتر می باشه و یک دانه آله فشار، یک دانه ست جراحی می باشه، یک دانه مویک اطفال برای سوی تغذیه و یک دانه چراغ دستی می باشه. این مریضا که هست با 4 کاتگوری بود که مریضای سوی تغذیه می باشه، مریضای کرونا می بود و مریضایی که به حساب مریضای عاجل بود، مریضای وخیم و مریضای سرپایی بود و یک مریضای که بود هر قسم مریضای بود، شکم درد بود، اسهال بود، آمیب داشت و زیاد مریضای وخیم در بخش نسایی ولادی هم داشتیم. چرا مریضای نسایی ولادی هم زیاد داشتیم. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ودخلنا بالجنة وصلى الله. يا لغتي عربية حسبي. آیسته آیسته می رسیم در آستانه ختم این کلینیک. تشکری می کنیم از دکتر سید فدای اقبال و دکتر سید عبدالرحمن که یک کاری تاریخی را انجام دادند. ناگفته نباید ماند که در این کمپ از طرف بنیاد خیریه مردم افغانستان 3 حلقه چای آبی آشامیدنی و برای 100 فامیل مواد خوراکه برای 26 معلول ویلچر توزیع گردید. این کلینیک با ابتکار بارز و ارزنده بنیاد خیریه مردم افغانستان با تمام لوازمش در هر ولایت افغانستان که نیاز داشته باشد و در آنجا کمپ مهاجرین باشد و بالاتر از 1000 خانواده باشد انتقال داده می شود. رقم مریض به شفاخانه اومده به مدت 3 روز اینا گرد در ما معالجه کردیم. مردم خیلی خاطره خوش دارن، مردم خیلی راضی هستند. ما از دکتر عبدالرحمن و دکتر فدا محمد ابراز تشکر میکنیم که مدت 3 روز اینجا با ما کلینیک احداث کرد. دکتر صاحب عبدالرحمن و دکتر صاحب فدا محمد اقبال که بیرون از همین جلسه ما و شما هستند و الله پاک اینا نصرت کنه، مدد کنه. اینا کوشش کردن، زحمت کشیدن، فداکاری کردن، فداکاری مالی کردن، جانی کردن. الله پاک جل جلاله به اونها عزت بده و اونها رو در همین دنیا خوار نکنه و در آخرت هم بهشتی برین جایگاه اینا قرار بده. و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. الهی پروردگارا، الهی پروردگارا به او لطف و کرم جدال یا الله. الهی پروردگارا تمام مسلمان ها را هدایت، حفاظت، کفایت کن یا الله. الهی پروردگار کسانی که بنیاد خیریه را برای انداختن یا الله. الهی پروردگارا اینها را در راه دین استقامت بده یا الله. الهی پروردگارا محبت الله، محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم، محبت صحابه کرام را در دلهای ما بکار یا الله. و صلی الله تعالی خیر محمد. این لنگی با افتخار و سربلند بر سر دکتر صاحب فدا اقبال و دکتر صاحب عبدالرحمن باید پیچیده می شد، به خاطری که آنان تشریف نداشتند و به نمایندگی آنان به سر دکتران کلینیک پیچیده شد.
ما بچم خیلی خدمت کرده ما دوا داده. یعنی چند ماه میشه بچم ما خدمت مینه کارای ما بکرده خدمت ما بکرده ما پیش دکتر صاحب خیلی خوشحالیم. و این چادر به سر فامیل دکتر صاحب فدا اقبال و دکتر صاحب عبدالرحمن باید انداخته میشد. به خاطر نبودی آنان به نمایندگی آنان به سر دکتر اوناس کلینیک کمپ افغان آباد انداخته شد. در آخر تشکری و قدردانی میکنیم از دکتر صاحب فدا اقبال و دکتر صاحب عبدالرحمن. خداوند مهربان در دنیا و آخرت ثواب بزرگ نصیبشان گرداند. وبيان عربي